مانع إلا منعته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا رفعته وفرجت يا رب العالمين ولا داء إلا شفيت ولا داء إلا شفيت ولا داء إلا شفيت يا ربي. اللهم ثبت أقدامنا اللهم ثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الفاسقين يا ربي. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وزين قلوبنا بآثار الإيمان. اللهم بارك لنا هذا اليوم وهذا الساعة وهذا الدقيقة بفضلك وكرمك يا ربي. پروردگار این روز برای ما مبارک گردان، ما را برای راست هدایت کن، از آفت بلا و کلفت ما را نگهبان باش، عاقبت کار ما را به خیر، ایمان ما را به سلامت گردان. پروردگار این عید برای ما عید فتوحات، کشایش، آرامی، فیض، برکت، شفا در خاندانمان تینجی، در سرزمینمان برکت و فیض. خداوند سرزمین‌های ما را از آفت و بلاها محفوظ دار. خاندان هر یک فرد مسلمان را از آن جمله خاندان هر یک فرد تاجیک را آرامی، صلح و برکت ایمان، توفیق هدایت ارزانی گردان. پروردگار در تمام ممالک عالم اسلام تینجی آرامی را ارزانی گردان. خدایا در این سرزمین آرامی و تینجی فیض برکت ارزانی گردان. مومنین خدا را عزت، آبرو، فضل، رحمت عطا فرما. این مومنین مشکلات دارند، مشکلاتاشون را آسان گردان، عاقبت کارشون را به خیر گردان، ایمانشون را به سلامت گردان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى خير خلق محمد وعلى أصحاب الأجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. آماده به نماز شدن گیره برادران.